بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب نحو میر رسیدیم به جلسه ششم، درس هشتم که بحث پیرامون اقسام اسم غیر متمکنه، اسمهای مبنی. ما گفتیم که در مورد اسمها همه اسمها معرب هستند مگر بعضی از آنها که مبنی‌اند و اندکند اونا. پس در اصل اسمها معربند و مبنی فرع میشه از معرب. خاطر همین چون که فرع هست پس میتونیم که بشماریمشون، قابل شمارشه. خب میگه اسم غیر متمکن یا اسم مبنی خب 8 قسم تقسیم میشه. اول مضمرات هست، یعنی دمایر. دمایر هم خب یا دمایر مرفوع یا منصوب یا مجرور. دمایر مرفوع خودشان یا متصلند یا منفصل و دمایر منصوب هم همینطور، یا متصلند یا منفصل. اما دمایر مجرور فقط متصل داریم دیگه، دمایر مجرور منفصل نداریم. پس 5 دسته تقسیم شدن دمایر. پس دمایر میگه جز مبنیات. اول بدونیم مبنی گفتیم یک حالت داره و دمایر هم به 5 قسمت تقسیم شد: دمایر مرفوع متصل و منفصل، دمایر منصوب متصل و منفصل و دمایر مجرور متصل. 5 نوع. ابتدا دمایر مرفوع متصل که فعل نصره رو مثال زده کتابمون. نصره که فعل ماضی رو صرف میکنیم، نصره، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا تا به آخرش. نصره دمیر مرفوع متصلش هست هو. نصره یا به تعبیر دیگر فاعلش هو هست. نصره یعنی او یاری داد، او هو میشه. پس هو دمیر مرفوعه چون که فاعل شده، فاعل مرفوعه. متصله چون که وقتی ما میگیم نصره، هو در نصره قرار گرفته، شدت اتصال داره آنقدر که بهش درش قرار گرفته. پس تلفظ که نمیتونیم بزنیم، اگر تلفظ زدیم که منفصل میشه. بخاطر همین بهش میگیم دمیر مستتر. این هو دمیر مستتر بهش هم میگیم، یعنی دمیری که پنهانه. مستتر یعنی پنهان. پس دمیر در نصره هو هست که اون پنهان متلفظ نمیزنیم. پس دمیر مرفوع متصل هست. در نصرا الفش الف تثنیه هست. این الف دلالت میده که 2 نفر انجام دادن. اگر کتبا بود ما میگیم کتبا 2 نفر نوشتن. از کجا میفهمیم 2 نفر؟ از الف. الف دلالت بر تثنیه میده، بر مثنا. نصرو خب و جماعه، این دمیر مرفوع متصلش هست و همه اینها که میگیم دیگه همین فاعلن. نصرو این و جماعه بهش گفته میشه، یعنی میفهمیم از این که جماعت مردان
کاری رو انجام دادن، مانند کتبو نوشتند. خب یه نفر نوشته، 2 نفر یا بیشتر جمعه، میگیم در اینجا جمعه. از کجا فهمیدیم؟ از وو. و میفهمیم که مذکره، پس وو دلالت میده که جمع مذکر هست، یعنی جماعت مردان. خب بعد نصرت تای تأنیث هست، تای تأنیث، فاعلش هیه، یعنی ضمیر مرفوع متصلش هیه هست. پس نصره با نصرت فرق داره. فرقش در اینه که نصره میفهمیم که یک مرد غایبی یاری داده، یعنی او یاری داد، مرد غایبه. اما نصرت باز معناش هست او یاری داد، اما اینجا زنه، مؤنثه. از کجا فهمیدیم؟ از تای تأنیث. خب ضمیر مرفوع متصلش چیه؟ هیه هست که همین فاعلشه. نصرتا از تای تأنیثش میفهمیم که مؤنثه، یعنی تای تأنیث یعنی تای مؤنث. از الف میفهمیم که 2 نفرن. پس نصرتا یعنی یاری دادند، 2 زن میشه. نصر نه، نون که در آخرشه نون نسبه هست، نون نسبه، نون جماعت زنان. خب پس نصرتا الفش الف تثنیه بود، فاعل که همون ضمیر مرفوع متصلشه، و در نصرنه هم نون نسبه فاعله. نصر تا. خب تا میشه تای خطاب، تایی که فتحه داره تای خطابه. همین تای خطاب فاعل یا ضمیر مرفوع متصل هست. نصر تا یعنی یاری دادی، میفهمی که مفرد مذکره و مخاطب. نصر توما از تا میفهمیم که خطاب مخاطبه. از الف میفهمیم که 2 نفرن، میم که بهش میگن میم عماد. پس نصر توما تا فاعله. یا مجازاً بگیم توما ضمیر توما فاعل. پس توما ضمیر مرفوع متصل شد. نصر توم ضمیر مرفوع متصل شد. از تا میفهمیم که مخاطبه و از میم میفهمیم که جمع مردانه. میم میگیم بهش علامت جمع ذکور هست. بعد به مؤنث میریم. نصر تایی که کسره داره دلیل میده که مفرد مؤنث مخاطبه. پس تای خطاب ضمیر مرفوع متصل فاعل هست. نصر توما که دیگه مانند اون نصر تومای مذکر، یعنی بین مذکر و مؤنث دیگه در اینجا فرقی نیست. نصر تن تای خطابه، نون نسوه هست، نون جماعت زنان. پس تن ضمیر مرفوع متصله. نصر نصر تو تای متکلم هست، تای متکلم وحده. این تایی که دمه داره دلالت میده که متکلم وحده هست. خب همین ضمیر مرفوع متصلمون هست. و نصر هم ضمیر متکلم مع الغیر میشه ضمیر مرفوع متصلمون و همینا فاعل هستن. پس نصر تو یاری دادم، از تای دمه دار میفهمیم که من یاری دادم. نصر از میفهمیم که ما یاری دادیم. خب اینها بود پس ضمایر مرفوع متصل. دیگه ضمایر مرفوع منفصل داریم.
هو هما هم، هی هما هن، انت انتم انتم، انت انتم انتن، انا نحن. خب اینها ضمایر مرفوع منفصل هست. هو، او، مفرد مذکر غایب و تا به آخرش. اینا ضمایر مرفوع منفصل هستن. منفصله چون که ما تلفظ میزنیم میگیم هو قائمون. هو الان میفهمیم که جداست، منفصله. و یکی این که هو تلفظ میزنیم دیگه. اونجا که گفتیم نصره هو ضمیر مرفوع متصل گفتیم، چون که به هو ما تلفظ نزدیم. این هو داخل نصره قرار داره، پس اتصالش شدیدتر هست. خب 14 ضمیر منصوب متصل. منصوب متصل خب مانند نصره یاری داد. خب ما میتونیم بگیم یاری داد او را، یاری داد آن دو را، یاری داد آنها را. خب این او را، آن دو را، آنها را، یا یاری داد مرا، این من، یاری داد تو را یا تو. خب اینها ضمایر منصوب متصله. پس میگیم نصره هو، نصره هما، نصره هم. پس نصره هو، همین هو که میگیم دلالت میده او، یعنی او را یاری داد. نصره هما، از هما میفهمیم که آن دو را یاری داد. خب تا به آخرش. و دقت بکنیم اینها همشون اعرابشون همیشه، این ضمایر منصوب متصل همیشه اعرابشون مفعول به هست، محلا منصوب. این دیگه حفظ میکنیم تمام، هر جایی اعرابش همینه، مفعول به محلا منصوب. مفعول میشه و ما گفتیم مفعول یکی از علائمش وقتی میخوایم ترجمه بکنیم قبل از را مفعول میاد. پس نصرهو، او را یاری داد، او را. الان را قبل از اون چی اومده؟ او. خب همین فاعل او. پس در نصرهو همون ها میشه فاعل که ترجمهش بود او را. خب دیگه ضمایر منصوب منفصل. ضمایر منصوب منفصل ایاه و ایاهما ایاهم تا به آخرش. خب اینها میشه ضمایر منصوب منفصل. اینها هم هر جایی که دیدیم اعرابش میشه مفعول به محلا منصوب یا مفعول به فی محل نصب، یعنی در محل نصب، فرقی نداره چی این میگین چی اون. خب مانند ایاک نعبدو، پس ایاک دیدیم میگیم اعرابش مفعول به هست محلا منصوب. پس ایاک نعبدو، نعبدو میپرستیم، ایاک یعنی تو را. خب وقتی ترجمه میکنیم یعنی فقط تو را میپرستیم. اون دیگه که فقط از کجا آوردیم دیگه اینجا بحثمون نیست. دیگه ضمایر مجرور متصل، همینها که گفتیم بچسبه به حرف جر. مثلا مانند لام حرف جره برای لهو، لهما، لهم، لها تا با آخرش. پس هو ضمیر مجرور متصل شد. همون ضمایر منصوب متصل اگر به حرف بچسبه یا به اسم بچسبه میشه ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور میشه. مانند لهو الان به ها به حرف چسبید، پس شد ضمیر مجرور متصل. حالا اگر به اسم بچسبه باز ضمیر مجرور متصل میشه. مانند کتابو هو، کتابه هو، کتابی هی، فرقی نداره، میگیم ضمیر مجرور متصله. خب لهم همینطور. پس اگر گفتی دربه هم، این هم چون که به فعل چسبید شد ضمیر منصوب متصل، چون که مفعول به اعرابش میشه دیگه.
حالا اگر همین هم به حرف چسبوندیم گفتیم لهم یا فیهم میشه ضمیر مجرور متصل. خب یا به اسم بچسبه، همین هم به اسم بچسبه میگیم کتاب و هم، باز میشه ضمیر مجرور متصل، چون که در اونجا لهم لام حرف جره، بعد از حرف جر مجرور میاد، پس هم میشه محلا مجرور. حالا کتاب و هم، همین هم به اسم بچسبونیم، همین هم ضمیر متصل به اسم بچسبونیم میشه ضمیر مجرور متصل میشه. چرا؟ چون که مضاف الیه میشه و ما قبلا خوندیم ضمیر متصل هرگاه به اسم چسبید دیگه میشه مضاف الیه محلا مجرور، همیشه اعرابش چنینه. خب پس این اعراب ها رو الان که داریم یکی یکی میخونیم با حفظ بکنیم، تقریبا 20 بار 30 بار 40 بار 50 بار هر چقدر تونستیم تکرار بکنیم. خب و خیلی مهمه تکرار، باز اشاره میکنم تکرار خیلی خیلی مهمه. اگر میخوام یاد بگیریم باید تکرار بکنیم، اگر میخوایم از بقیه دوستانمان جلو بزنیم باید تکرار بکنیم. در تکرار من بارها میگم، در تکرار شخص تصور میکنه که داره عقب میفته از بقیه بیشتر دارن درس‌ها رو جلوتر میخونن، سریع دارن میخونن و کتاب تمام میکنه یک کتاب دیگر فکر میکنه طرف که اون داره پیشرفت میکنه جلوتر میره، اما نه، کتاب پشت یک کتاب اگر چه کوچک باشه مانند همین نحو میر ما سرسری ازش بگذریم و کتاب دیگر بپردازیم آنچنان که شایسته است استفاده نمیبریم از کتاب‌های بعدی. در کتاب‌های بعدی دیگه لنگ میزنیم، همه به هم مرتبطه. پس هم اولین کتاب دقت بکنیم، خوب یاد بگیریم و تکرار بکنیم، از تکرار خسته نشیم و صبر و حوصله داشته باشیم، چون که راه علم صبر و حوصله میخواد به خرج بدی و راه علم هم مانند بقیه کارا نیست. به خاطر همینه که دیگه خیلی ها دنبالش نمیان. چرا؟ چون که صبر و حوصله میخواد و انسان هم که دیگه عجوله میخواد نتیجه رو فوراً ببینه. ولی در راه علم نه، چندین سال تلاش میخواد تا این که بعد نتیجه بده، استاد شخص بشه، نویسنده بشه، مؤلف بشه. پس اینا رو دقت بکنید، حفظ بکنید. الان ضمایر رو خوندیم، الان خیلی از اعراب ضمایر دیگه مشخص شد. همین ضمایر متصل به فعل چسبید، هر جای دیدیم میگیم مفعول به. این ضمایر متصل به حرف جر چسبید میشه مجرور، به اس چسبید میشه مضاف الیه. خب خیلی جاها میبینیم که همین با ضمایر متصل و منفصل اینا سرکار داریم و در مورد ضمایر منفصل هم فراموش کردم، حالا بیادم اومد همینو بگم هم و این بحث تمام بشه. ضمایر منفصل مانند هو، هما، هم، هی، هما، هن، اینها هر وقت که اول جمله اومدن اعرابشون میکنیم مبتدا محلا مرفوع. خب این دیگه یاد گرفتیم، خب خیلی جاها دیگه اعراب برامون راحت میشه. پس وقتی دیدیم هو قائمون، خب هو میبینیم ضمیر منفصل اول اومده، میگیم فوراً میگیم مبتدا فی محل رفع یا محلا مرفوع. خب بعد از مبتدا دیگه دنبال خبر میگردیم. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی درس 9. خب دوم در مورد اسماء اشاره هست. اسم اشاره باز همشون مبنی اند. پس مبنی گفتیم که یک حالت دارن، تغییر نمیخورن. یک اسماء اشاره، خب زا میشه این برای مفرد مذکره، زانه و زینه
هر دو برای مثنا هست، برای مثنای مذکر. و برای مؤنث، برای مفرد مؤنث یعنی این اشاره زان زینی یعنی این دو، یعنی این دو به مرده، برای مذکره. حالا میخوایم و جمعش هم ابتدا جمعش بگیم. جمعش میشه اولائه. اولائه میشه جمع مذکر، اولائه. خب و اولا هم لغتی هم هست. اولائه یعنی میشه اینها. و یک لغت هم هست، این لغت اولائه لغت حجازیین هست، لغت اهل حجاز. اهل حجاز یعنی مکه و مدینه و طائف و این اطرافا. تمیمیون اولائه نمیگن، کوتاهش میکنن، میگن اولا، میگن اولا. پس معناشون یکیه، چی بگیم اولائه چی بگیم اولا، میشه اینها. خب ولی حجازیون اولائه استفاده میکنن، میگن یعنی لهجهشونه، و تمیمیون میگن اولا. خب پس برای مفرد مذکر شد زا، برای مثنای مذکر زانه و زینه، برای جمع مذکر اولائه در لغت حجازیین و در لغت تمیمین اولا که کتابمون ذکر کرده. حالا برای مفرد مؤنث میگیم تا هست و تی، ته، زه، زیهی، تهی، همه اینها استفاده میشه، اما همه معناشون این هست، یعنی این برای مفرد مؤنث. خب ولی اون چیزی که معروفه میگیم ها زیهی، یعنی ها که برای تنبیه میاریم میشه زیهی، زیهی پس معروف تره. برای مثنا مؤنث تانه و تینه، این دو به کار میره، تانه و تینه. خب در مورد زانه و زینه برای مذکر یا تانه و تینه چرا دوتا شد؟ زانه برای حالت رفع هست و زینه در حالت نصب و جر. تانه و تینه هم تانه در حالت رفع و تینه در حالت نصب و جره. خب که اینها بعدها بیشتر آشنا میشیم. اولائه برای مؤنث هم همینه، فرقی نداره چی مذکر چی مؤنث. اولائه در لغت حجازیین و اولا در لغت تیمیین. و پس اینها اسمهای اشاره شد. خب دیگه داریم ما اسم موصول که از مبنیات هست، اسم موصول. اسم موصول مانند الذی. الذی یعنی کسی که، یا که، یا مردی که. خب همه اینها معنایش هست. مثلا میگیم جاء، آمد. الذی یضحک، کسی که یضحک میخندد. پس الذی برای یک نفره، مفرد مذکره. اللذان و اللذین برای دو نفره، دو نفره مرد، یعنی آن دو کس، یعنی آن دو مرد منظور. خب جاء اللذان یضحکان، یعنی آمدن آن دو کسی که میخندن، ولی میفهمیم که اللذانه آمد برای مذکره، برای مؤنث نیست. خب اللذانه هم برای در حالت رفع و اللذینه در حالت نصب و جر. فقط اینا به همین شکل حفظ بکنیم که اللذانه برای حالت رفع، اللذینه برای حالت نصب و جر، که بعدها انشاءالله در اعراب خواهیم خوند. و جمعش میشه اللذینه، یعنی کسانی که، برای جمع مذکره. برای مفرد مؤنث میشه التی. جاءت التی تضحک، آمد کسی که میخندد، آن کسی که میخندد. اما کیه آن کس؟ یک زنه، یک مؤنثیه. پس التی برای مفرد مؤنث شد. اللتان و اللتین یعنی آن دو کس منظور مؤنث هست.
و اللتان در حالت رفع و اللتین در حالت نصب و جر. و جمعش میشه اللاتی یا اللواتی هم گفته شده، یعنی لغتی هست، فرقی نداره، یعنی اللاتی کسانی که یا اللواتی کسانی که. خب در قرآن میخونیم واللاتی یئسن، یعنی آن کسانی که یئسن من المحید، ناامید میشوند از حیض، از قاعدگی. پس واللاتی و کسانی که، منظور حالا کسانی که کیه؟ زنه یا مرد؟ مشخصه که زنه. خب و اینها اسمهای موصول هست که خاصه. دقت بکنیم، اینها بهشون میگن اسمهای موصولی که خاصه، یعنی الذی خاص مفرد مذکر استفاده شده، اللاتی خاص مفرد مؤنث استفاده شده، اللاتی خاص جمع مؤنث استفاده شده، اللذان و اللذین خاص مثنای مذکر استفاده شده. پس به خاطر همین میگن اینهایی که الان خوندیم اسمهای موصول خاص گفته میشه. اما ما هم داریم اسم موصول مشترک. اسم موصول مشترک یعنی اینکه یک لفظ همه، چی مفرد، چی مثنا، چی جمع، چی مؤنث، چی مذکر، همون لفظ استفاده میکنیم براشون. خب مانند ما و من. خب ما در اصل برای غیر عاقل استفاده میشه، یعنی چیزی که. من برای عاقل استفاده میشه، یعنی کسی که. خب حالا ما و من این مشترکه. یک نفر بود مذکر میگیم ما، دو نفر مذکر ما، جمع مذکر میگیم ما، مفرد مؤنث میگیم ما، مثنا مؤنث میگیم ما و جمع مؤنث میگیم ما. من هم همینطور. فقط وقتی معنا میکنیم دقت میکنیم. خب پس اگر گفتیم جاء من یضحکو، میفهمیم که مفرد مذکره. از کجا میفهمیم؟ چون که میگه جاء الان خودش او آمد، یعنی مفرد مذکره. جاء من یضحکو مفرد مذکره. پس چون که یضحکو که بعد از من اومده مفرد مذکره، این من هم علامت اینه که مفرد مذکره. پس میگیم جاء من یضحکو، میگیم آمد کسی که میخندد. اون کس یک نفر مذکره. اما اگر بود جاءت من تضحکو، خب از اینجا میفهمی که مفرد جاءت مفرد مؤنثه، تضحکو مفرد مؤنثه. پس میگیم آمد کسی که میخندد. خب معنا فارسی با اون یکی شد، ولی اینجا میفهمیم که یک زنی هست، اونجا یک مرد. پس اونجا شد من مفرد مذکر، اینجا شد من مفرد مؤنث. خب اگر مثنا بود هم همینطور. جاء من یضحکان. الان جاء من یضحکان، خب من مفرد مثنا جمعی از کجا میفهمی؟ از بعد از اون من یضحکان مثنا هست و مذکر. پس من مثنای مذکره. پس میگیم آمدند، من میگیم آن دو کسی که یضحکان میخندند. خب و بقیه همینطور. و ایون و ایتون، خب یعنی میشه کدام یک. ایون مذکر، ایتون تا داره برای مؤنث. خب
میگیم مثلا خب ادربو این تدربو، ادربو میزنم، این تدربو هر کدام که بزنی. خب پس ایون و ایتون هم اسم موصول هست، یکی برای مذکر یکی برای مؤنث و معنای کدام یک میده. خب حالا ایون و ایتون که گفت دقت بکنیم، اسم موصول الان داریم میخونیم که جزو مبنیات هستن. مبنیه، مبنی گفتیم تغییر نمیخوره، اما فقط ایون و ایتون این معربه. دقت بکنیم اگرچه اینجا کتابمون آورد فقط خواست که چون که در مورد موصولات صحبت کردیم خواست که ایون و ایتون هم بیاره که این موصوله، ولی دقت بکنیم که ایون و ایتون در موصولات فقط همین یکی هست که معربه، بقیه همشون مبنی هن. موصولات که خوندیم همین یکی ایون و ایتون معربه، پس به خاطر همین میشه یه بار این، یه بار ایون، یه بار میتونیم میگیم این، یعنی آخرش تغییر میخوره. چهارم اسم فعله. اسم فعل، خب ما یه چیز هم داریم به نام اسم فعل. اسم فعل دیگه مشخصه که چون که یک مقدار شبیه به اسمه، یک مقدار شبیه به فعله، اما شباهت به اسم کامل نداره، شباهت به فعل کامل نداره، به خاطر همین متردد بین اسمیت و فعلیت بهش گفتن اسم فعل. اسم فعل بهش گفتن. خب اسم فعل رو باید ما حفظ بکنیم. خب مانند مثال میزنه رویده، رویده یعنی امهل، بلها یعنی دع، حیهل یعنی ایت، هلم یعنی ایت. بس رویده، بلها، حیهل، هلم. خب اینها میشه اسم فعل. خب اینها باید حفظ کنیم دیگه. و اسم فعل به معنای امر میاد، به معنای ماضی میاد، به معنای مضارع هم میاد. به معنای امر از همه بیشتر میاد. خب مانند مثلا میگیم صح، صح صاد و ها، صح یعنی ساکت شو. حی هل یعنی بیا. به معنای فعل ماضی کمتر میاد، مانند هیهاته یعنی دور شد، شتانه یعنی جدا شد. به معنای فعل مضارع هم میاد، اما دیگه این دیگه خیلی کمتره. خب مانند اف یعنی متنفرم. پس به ترتیب اسم فعل هم به معنای امر میاد که خیلی بیشتره، به معنای ماضی میاد که کمتره از اولی، به معنای مضارع میاد که دیگه خیلی خیلی کمتره. خب پنجم دیگه اسمهای اصوات، اینها مبنی هستند. دقت بکنیم ما مبنیات رو داریم میخونیم. پس وقتی که گفتیم هیها تا دیگه مبنی بر فتحه، هیها تا، دیگه هیچگاه هیها تو و هیهاته نمیشه. اسم صوت، اسم صوت
خب مانند غاق، غاق یعنی صدای کلاق کلاق قار میکنه. خب اسمهای صداها دیگه مشخصه. خب اوه صرفه میکنه شخص، اوه. خب مبنی بر سکونه. غاق مبنی بر فتحه. خب پس اسمهای اصوات مبنی هستن. حالا مبنی بر سکونه یا مبنی بر فتحه دیگه باید ببینیم کدوم یکیشون هستش. خب دیگه ششم اسمهای ظروف. ظروف ظرف ها، البته همهشون که نه. خب بعضی از ظرف ها هم مبنی هستند. ظرف ما دو نوع داریم، ظرف زمان که دلالت بر زمان میده و ظرف مکان بر مکان دلالت میده. ظرف زمان مانند از، ازا، یعنی آنگاه، هرگاه، هنگامی که، همین معنا هست. متا، خب چه وقت، تا به آخرشون. خب اینها ظرفای زمان هستن، بر زمان دلالت میدن. ظرف مکان بر مکان دلالت میده. خب مانند تحت، پایین، فوق، بالا، امام، قدام، جلو. خب در ظرف مکان اینهایی که نام برد، یعنی جهات ششگانه، جلو و عقب و پایین و بالا و راست و چپ، اینها خب و چیزهایی که شبیه به اینها باشه، اینها زمانی مبنی میشن که مضاف باشن، که البته ظروف که دیگه در اصل مضافند، مضاف بشن و مضاف الیه حذف بشه ولی نیت اون داشته باشیم. مثلا اگر و اینجا مبنی بر دمه میشه، مبنی بر دمه میشه. خب مثلا اگر گفتیم جئت قبلا، یعنی قبلا اومدم، در یک زمان گذشته ای. اما اگر گفتی پس اینجا قبلا یعنی یک زمان گذشته ای من اومدم. اما اگر گفتی جئت قبلو، دمه دادی، مبنی کردی بر دمه. خب الان جئت قبلو که گفتی مضاف الیه حذف کردی، مضاف الیه حذف کردی ولی نیتشو داری. مثلا میخوای بگی جئتو، منظورت قبل العصر، مثلا جئتو قبل العصر، آمدم قبل از عصر. خب حالا عصر رو حذف میکنی، میگی جئتو قبلو، مبنی میکنی بر دمه. عصر که مضاف الیه هست حذف کردی ولی نیتش میکنی. پس وقتی تو گفتی جئت قبلو، طرف میفهمه که یک مضاف الیه وجود داره که حذف شده و نیتش رو تو داری. میفهمه دیگه. از چی میفهمه؟ از این که تو دمه دادی، گفتی جئت قبلو. ولی فقط پس تنها همین مورد که مبنی بر دمه کردیم، این ظرف مکان میشه مبنی، اما دیگه بقیه میشه معرب. خب در ظرف مکان دقت بکنیم، نه ظرف زمان که تموم شد بحثش، در مورد ظرف مکان بود. خب دیگه اسمهای کنایه. اسمهای کنایه مانند کم. کم چقدر، یا بسیار، دو معنا میده، هم چقدر استفهام، هم خبری بگیم بسیار. کذا، چنین، اینجا کنایه اند دیگه، یعنی واضح نیست اونا اندازشون.
خب یا کیت یا زیت، یعنی چنین گفتن، چنین گفت. خب چی گفته؟ کنایه است دیگه. اینها پس مبنی هستند. پس کم مبنی بر سکونه، کیت مبنی بر فتحه است. کذا الف گفتیم همیشه روش سکونه، پس کذا مبنی بر سکونه. هشتم مرکب بنایی. مرکب بنایی 11 تا 19، از 11 تا 19 به غیر از 12. به غیر از 12 قبلا خوندیم. خب 8 تا پس اشاره کرد که اسمهایی که مبنی هستند. و جا داشت که اسمهای استفهام هم میگفت. نهم میگفت اسمهای استفهام مانند هل، آیا. هل، آیا اسم استفهام هست مبنی بر سکون. ببخشید هل که حرفه، متوجه نشدم. نه هل حرفه. الان در مورد اسم داره صحبت میکنه. خب اسم استفهام مانند کیفه. کیفه یعنی چگونه. کیفه چگونه اسم استفهام هست مبنی بر فتحه. خب پس اینو اسم استفهام رو میگفت که نهم بشه. خب و دهم هم اسم شرط. دهم اسم شرط هم میگفت. خوب بود، یه تکمیل میشد. دهم اسمهای شرط. خب مانند همین من تدرب ادرب. اینجا من دیگه اسم موصول نیست، اینجا من اسم شرطه. اسم شرطه. پس اینهایی که خوندیم اسمهای مبنی بود و 2 تا هم بهش اضافه کردیم ما. خب بحث در اینجا هم تموم میشه. درس دهم هم اقسام اسم هست به اعتبار ذاتش که انشاءالله در درس بعد خواهیم خواند. صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.